صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید در سه مورد دلت را ببین، آرام می گیرد یا اینکه پریشان می شود. یکم، وقتی شنیدن قرآن. وقتی که صدای قرآن را می شنوی بنشین و گوش کن و اهمیت بده دلت را. آرام است یا اینکه پریشان. دوم، در مجالس ذکر بنشین و ببین دلت آرام است یا اینکه پریشان. سیوم، در تنهایی بنشین و اهمیت بده دلت را. دلت با یاد الله مشغول می شود یا اینکه می ترسد و پریشان است. اگر دلت در همین سه مورد پریشان شد، از قرآن ترسید، در مجالس ذکر پریشان شد، در تنهایی به یاد الله مشغول نشد، پس از الله طلب کن الله برایت دل عطا کند، زیرا اینکه این دل تو مرده است و اگر انسان در همین حالت وفات کند، یعنی با همین دل مرده، برای این انسان خوفناکترین چیز این مرگ می باشد. اگر در همین سه مورد دل آرام گرفت، این دل زنده و نورانی است و برای چنین دل مرگ بهترین تحفه از جانب الله جل جلاله می باشد. یک شخص نزد حسن بصری رحمت الله علیه آمد و گفت: حضرت، وقتی که شما درس قرآن می دهید در ما اثری نمی کند، به فکرم دلهای ما خواب هستند. شیخ حسن بصری رحمت الله علیه در جواب گفتند: اگر در حقیقت همین طور است، درس قرآن اثری نمی کند بر دلهای شما، پس نگو که دل خواب است، بلکه بگو که دل مرده است. این شخص پرسید: حضرت، دل چطور می میرد؟ شیخ حسن بصری رحمت الله علیه گفت: ای برادر، اگر شخص خواب باشد او را بیدار کنی بیدار می شود، اگر بیدار نشود او خواب نیست، او مرده است. برادران عزیز، سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن این خود صدقه جاریه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.